دقیقاً به فاصله 30-40 متر از شلوغی خیابون سواحل اقیانوس اطلس در پورتو قرار داره. بریم یه دوری هم اونجا بزنیم. اقیانوس اطلس دومین اقیانوس بزرگ دنیاست که شکلی شبیه اس انگلیسی داره و قاره‌های اروپا و آفریقا رو از قاره آمریکا جدا میکنه. این اقیانوس 20% مساحت کره زمین و 26% مساحت آبهای زمین رو شامل میشه. عمیق‌ترین نقطه اقیانوس اطلس گودال پورتوریکو به عمق 8605 متره. اطلس نام خودش رو از یکی از خدایان یونانی گرفته، خدایی که در جنگ با زئوس تایتان‌ها رو همراهی میکنه و به همین دلیل محکوم میشه تا آسمان‌ها رو تا ابد روی دوشش نگه داره. کاستلو دو کوئژو یکی از قلعه‌هاییه که در کنار ساحل پورتو ساخته شده. با توجه به اینکه پرتغالیا یک زمان در جنوب ایران بودن و یک سری قلعه در جنوب ایران ساختن، اسم قلعه پرتغالی برای ما ایرانی‌ها آشناست. برای ورود به قلعه بلیت 50 سنتی گرفتم که تا به امروز ارزان‌ترین مبلغی بوده که برای بازدید از یک محل پرداخت کردم. طبق نقشه‌ای که از قبل داشتم یه قلعه دیگه هم در مسیرم بود و به سمت اون قلعه حرکت کردم. تلفظ پرتغالی نام این قلعه هم مثل قلعه اول طولانی و سخت بود، ولی خلاصه شدهش میشد ساو باپتیستا. در قلعه باز بود و ورودی نداشت، ولی برخلاف نمای بیرونی طراحی داخلی اون جذابیت خاصی نداشت. به همین دلیل بیشتر زمانم رو به بازدید از اطراف قلعه اختصاص دادم.